بسم الله الرحمن الرحیم. و علی الذین هادوا، الله متعال میگه و کسانی که یهود شده بودن حرمنا، میگه حرام کردیم ما قصصنا علیک من قبل، او چیزایی را سرشان حرام کردیم که قبلا بر شما و آیات قبلی الله متعال بیان کرده بودیم بر شما قبلا. و ما ظلمناهم، میگم الله میگه ما سر از اینا ظلم نکردیم، سر یهود، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لکن اینا خودشان بالای نفسای خود ظلم کردن. وقتی کس خودش سر خود ظلم میکنه در نفس خود، الله متعال بالایش عذاب نازل میکنه. ثم سپس ان ربک، یقین داشته باش که رب تو، خالق تو، للذین، بر کسانی که عملوا السوء، اعمال زشت میکنن، به جهالت، ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، باز توبه میکنن و اصلاح میکنن. یعنی دروازه توبه بسته نیست. حالا یک کس میگه والا ما همین گناه ها را کردیم، ما همین اشتباهات کردیم، ما همین غلطی ها را کردیم، ما دوزخی هستم. برش میگه نه نه نه، تو که همین گناه ها را کردی، زنا کردی، شراب خوردی، نماز نخواندی، بدعت کردی، سر الله تهمت کردی، سر پیغمبرش تهمت کردی، هر کاری که کردی، الله متعال این آیت برش بخوان. ثم ان ربک، سپس یقینا که رب تو، خالق تو، للذین، بر کسانی که عملوا السوء، اعمال زشت کردن. به چی کردن این اعمال زشت؟ به جهالت، جاهل بود، قرآن نخوانده بود، سنت نخوانده بود، حکم دین نمیفهمید. ثم تابوا من بعد ذلك، بعد از این وقتی که فهمید توبه میکنه و اصلح، باز اصلاح میکنه، میره باز بر مردم میگه او برادر این کارا نکنین، راه دین اینی هست، راه شریعت اینی هست. ان ربک من بعدها، باز الله متعال میگه که رب تو، خالق تو، بعد از که تو توبه کردی و اصلاح کردی، لغفور رحیم، بسیار بخشاینده هست و بسیار مهربان است. حالا یک مثال بیان میکنه از یک تن از موحدین که شما سیل کنین. ما و شما در ملت کی هستیم؟ ملت ابراهیم علیه السلام هستیم. ابراهیم علیه السلام یک شخص موحد بود. الله متعال میگه که مشرکین قریش میگفتن که ما پیروان ابراهیم هستیم. مشرکین قریش چی ادعا میکردن؟ میگفتن ما پیروان ابراهیم هستیم. بسیاری مشرکین، مردمای بدعتکارا که هستن، یا باز میگن ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم. بت‌ها را سجده میکردن، قبرها را سجده میکردن، در زیر پای قبر بت شتر میکشتن، قربانی میکردن، گناه میکردن. باز از چی میگفتن ما پیرو ابراهیم هستیم. لچ برهنه در گرد کعبه طواف میکردن، میگفتن ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم. الله متعال میگه که شما سر پیغمبرات تهمت نکنین، سر اولیاء الله تهمت نکنین، سر صدیقین، شهدا و صالحین تهمت نکنین. بیاین که من براتون ابراهیم علیه السلام معرفی بکنم. ان ابراهیم، یقینا که ابراهیم علیه السلام، کان امتا قانتا لله، کان بود امتا، یک پیشوای، قانتا فرمان بردار. ابراهیم علیه السلام تنها بود، امت اسلام تشکیل میداد، در مقابل از کلش کافرها بودن و امت کفر تشکیل میداد. این یک نفر میتونه که یک امت شون، یک شخصیت عالی باشه. کل یکی دست خود جمع کردن که یک مسلمان است، یک مسلمان رو آتش پرتیم. یک مسلمان بود اونجا. الله متعال را حفظ کرد. شما نترسین ولو که یک نفر باشی. بعضی کسا میگه والا ما تعداد ما کم است، این دشمنای اسلام میخوای ما را از بین ببره. الله متعال میگه این عقیده کفری هست. عقیده اسلامی هست که ابراهیم علیه السلام یک نفر بود لکن ممثل یک امت اسلام بود. ان ابراهیم، الله متعال میگه یقین داشته باشین که ابراهیم علیه السلام کان بود امتن، یک امت بود، یک پیشوا بود. چه قسم خاصیت داشت؟ قانتا لله، صفت اولش فرمانبردار الله بود. تو اگر میخوای که مثل در ملت ابراهیم باشی، باید فرمانبردار الله باشی. نگویی که نه من قانون امریکا رو در این قسمت خوش دارم، اقتصاد سوسیالیستی رو در این قسمت خوش دارم، رواجای ما رو در اینجا خوش دارم، باز تو فرمانبردار الله نشدی. الله میگه ابراهیم علیه السلام قانتا لله بود، بسیار فرمانبردار الله بود. دیگه چی بود؟ حنیفا، بسیار پاک و مائل به حق بود. برهنه نمیگشت. یا خدا برهنه میکردن، مردا لچ میکردن، باز دمیگرد کعبه میدویدن. چی گپ است؟ میگفت ما سب پیرو ابراهیم علیه السلام. الله میگه نه، ابراهیم علیه السلام بسیار پاک بود. انسان پاکو است که ستر عورت خدا بکنه. بعضی کسا را ببینی جان خدا لچ کرده، میگه این صاحب 40 سال از فلانی جای شیشته، این صاحب این بسیار ولی خدا 40 سال لچ شیشته. این خبیث الله است.
این اگه ولی الله می بود، حنیف می بود، پاک می بود، ستر عورت میکرد. این خود زناکار است، مردم به دیدن عورت خود تشویق میکنن. این الله متعال میگه ابراهیم علیه السلام حنیف بود، بسیار پاک بود، مایل به حق بود. ولم یکو من المشرکین. او مشرکایی که شما بت‌ها را در اطراف کعبه ماندین، او مشرکایی که شما قبرها را سجده میکنین در حبشه، باز میگن که ما پیروای ابراهیم علیه السلام هستیم. ابراهیم علیه السلام مشرک نبود. یار خودتان در دین تومت کردین، این بت‌ها را آوردین ساختین، این قبرها را عبادت کردین. یا کار ابراهیم علیه السلام نبود. دیگه چی صفت داشت ابراهیم علیه السلام؟ شاکرن، شکرگزار بود، لانعمه، به نعمت‌های الله. آله از این چی درس میگیریم؟ میگه درسی است که اگر تو میخوایی که در ملت ابراهیم علیه السلام باشی، اول باید خودت امت اسلام تشکیل بدی ولو هیچ کس کتت نباشه. دو، باید خوب فرمانبردار به الله باشی. سه، بسیار حنیف و پاک باشی، عقیده توحید واقعی داشته باشی، اعضای بدن تو پاک باشه، شریعت الله در وجود تو دیده شود. و چهار، عقاید شرکی در وجود تو نباشه. لم یکن من المشرکین. پنج، شاکر باشی به نعمتهای الله. اگر زیبا هستی، چهره‌ت دایره میبینی بسیار خوشقواره هستی، الحمدلله، الحمدلله برای صورت زیبا داد. پروردگارا صورت زیبا برام دادی، سیرت زیبا هم نصیب کن. پروردگارا مرا قوی ساختی، این قوت مرا در خدمت اسلام قرار بده. پروردگارا شکر که برای من قلب سلیم دادی، شکر که معده سالم دارم، شکر که چشم سالم دارم، شکر که گوش سالم دارم، شکر که مغز سالم دارم. اینی صفات باید در وجود تو باشه. باز تو ابراهیمی هستی. اوت نیست که تخلصت ابراهیمی بانی، تخلصت محمدی بانی، تخلصت علوی بانی، تخلصت حسینی بانی، تخلصت مثلا عمری بانی، باز خودت کار شیطان میکنی، نامت ولی. کار شیطان رو بکنی، باز خودم میگم ولی الله هستم. نه، این کار نکن. اینه شاکرا لانعمه. ابراهیم علیه السلام به نعمتهای الله بسیار شکرگزار بود. اجتباه، الله متعال او را برگزید، و هداه، و الله او را هدایت کرده بود. به کدام طرف؟ الی صراط مستقیم، به راه راست. اگر تو همین پنج صفت داشته باشی، الله تو را هم به راه راست هدایت میکنه. و آتیناه، باز الله متعال میگه که این کسی که صفات داشته باشه، همین صفات باز که برای ابراهیم علیه السلام دادیم، برای هم میتیم. و آتیناه فی الدنیا حسنه، الله متعال میگه ما در دنیا برای حسنات دادیم. و انه، و یقینا که ابراهیم علیه السلام فی الاخرت، در آخرت، لمن الصالحین، از جمله صالحان حشر میشه. و هر کسی که صفات ابراهیم داشت در آخرت از جمله صالحان حشر میشه. ثم اوحینا الیک، سپس وحی کردیم به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. آل به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه ای پیغمبر، تو پیغمبر هستی، تو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، بالای تو قرآن نازل شده، لکن تو خودت هم باید پیرو ملت ابراهیم باشی. سبحان الله، همین صفات ابراهیم باید در وجود تو هم باشه. ثم اوحینا، سپس ما وحی کردیم بر تو ای رسول الله، الیک، به سوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان تتبع، این که متابعت بکو، ملت ابراهیم، ملت ابراهیم علیه السلام که حنیفا، بسیار ملت پاک است. شرک، هیچ شرکی در وجود نداره. شرک در ذات در ملت ابراهیم علیه السلام نیست، شرک در صفات نیست، شرک در افعال نیست، شرک در عبادت نیست، شرک در اطاعت نیست، در هیچ چیز شرک نیست. و ما کان من المشرکین، ابراهیم علیه السلام خودش هم از جمله مشرکین نبود. آل موضوع روز شنبه را میگه که برای یهودیا بود. میگه انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه، میگه روز شنبه مقرر شده بود علی الذین، بالای کسانی که اختلاف کردن فیه، در مورد آن. و ان ربک، یعنی وقتی بر از اونا روز شنبه برشان گفت که ماهیگیری نکنین، بازی آمدن چال جور کردن، حیله جور کردن. حیله چی را میگن؟ چال چی را میگن؟ که یک نفر نمیخواد که حکم الله را قبول بکنه، باز چی میکنه؟ بر خود یک حیله جور میکنه. مثلا رمضان است دیگه، اوخ اجازه نیست، گال تشنه است، باز چی میکنه؟ تو باش خیر است، خب من دانم میشم تیر شد دیگه خیر بودی، باز خود زیاد نبود دیگه، کمک یک قطره بود. این ایره حیله‌گری میگن. این تو اگر به مخلوق حیله را بکنی، خب مخلوق از قلبت خبر نیست. ما بازی میخوریم، اما الله را که از بازی داده میتونه. یا چی حیله‌گری کردن؟ گفت روز شنبه
الله برای هر کس مطابق مزاجش امتحان روان میکنه. جوانا را در جوانیش امتحان میکنه، زیبا رویای در زیبایی چهرهش امتحان میکنه، پیسه‌دار را در پیسهش امتحان میکنه، دکاندار را در دکانش امتحان میکنه، تجار را در تجارتش امتحان میکنه، ملا را در ملاییش امتحان میکنه، مولوی را در مولویگریش امتحان میکنه، خلیفه را در خلافتش امتحان میکنه، سیاستمدار را در سیاستش امتحان میکنه، صاحب فکر و اندیشه را در فکر و اندیشش امتحان میکنه، ماهیگیر را در ماهیگیریش امتحان میکنه. چه قسم؟ بعضیا گفت که حکم الله، شما دیندار هستین؟ گفتن بله ما بسیار دیندار هستیم. گفت خوب ماهیگیرای دیندار هستین؟ گفت بله. گفت حکم الله هست روز شنبه خیلی ماهی نگیریم. گفتن نمیگیریم. یک وقت سهل میکنن که روز شنبه صاحب سهل میکنن پیشخیزشون رو برادر شنبه آل سهل میکنن به اساس آل روز امتحان است ماهی یا نمیگیرن که سهل میکنن که ماهی های کتا کتا کلای خدا بالا میکنن. ازاو سونازیا چشمک کردن میره چطور هستین خوب هستین؟ او یا دیگه ایمان است نه؟ آدمی لحظه باید ایمان چی باشه؟ قوی باشی. حال تو زیبا هستی یک دفعه یک نامحرم بر تو میه سون تو چشمک میکنه. تو اگه ایمان داری سر تا پایین میگیری. نه والا تو باش برام یک مسیجک رای کرد ما یک مسیج بتومش چطور میشه؟ ایره چل میگن. صحیح شد نه؟ یک وقتی که برازی مایا برازی مسیج داد ها؟ دل از یارا برد. اوه چی مایایی چی مایایی چی می؟ چطور کنیم؟ گفت یک کار کنین همین دنده بسته کنین این طرف بغلکشه که مایه او طرف رفته نتونه. باز امروز نمیگیریم باز میگیم خدا اینه ما روز شنبه نگرفتیم باز میریم شنبه یک شنبه حق شنبه خدا میگیریم یک شنبه را میگیریم. اینه چل و حیله میگن. الله متعال میگه انما جعل السبت علی الذین، میگه این روز شنبه برای کسانی بود که اختلافو فیه دو اختلاف کردن چال جور کردن و ان ربک لا یحکم بینهم یوم القیامه. باز الله متعال فیصله میکنه. حکم اینجا فیصله میکنه. حکومت الله هست در روز قیامت. میگه بازی حاکمیت خدا اونجا برشان نشان میده در روز قیامت فیما کانوا فیه یختلفون، در آن چیزی که اونا اختلاف میکردن. آل بر شما دعوتگرای مسلمان بر ما و شما الله متعال چند پند میده که شما جوان مسلمان هستین، دیندار هستین، عقیدهتان بسیار خوبش است، پیرو قرآن هستین، پیرو سنت هستین، رسول الله صلی الله علیه و سلم حقیقتا دوست دارین. در سال یک مرتبه دوست ندارین سال یک روز، بلکه در طول سال همه روزه دوستش دارین. هر روز رسول الله صلی به یادتان است. صبح به سنت رسول الله صلی از خواب میخیزین، شب به سنت رسول الله صلی به خواب میرین، دسترخوان با سنت رسول الله غذا میخورین، نمازتان به طریق رسول الله صلی الله علیه و آله. آل بر شما چی توصیه است؟ الله متعال میگه که ادعو ای جوان مسلمان. اول رهبر دعوتگرا کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سپس ما و شما هستیم. میگه ادعو دعوت بکن الی سبیل ربک، به سوی پروردگارت. ایره نگو که والا دعوت کار من نیست، من خو انجینیر هستم، من دکتر هستم، من معسل هستم، من شاگرد مکتب هستم، من تجارت میکنم، من دکاندار هستم، من آهنگر هستم، من نجار هستم. نه خیر، هر کاری که تو هستی تو دعوتگر مسلمان باش. اول داعی باید باشی، ولو که انجینیر هستی اول دعوتگر سپس آهنگر. چرا تو اول مسلمان هستی بعد از تو انجینیر شدی. اسلام تو بسیار پیش است. این الله متعال میگه آلی که تو دعوتگر هستی پس شریعت الله میگه ادعو الی سبیل ربک، بر راه الله دعوت بکو. لکن چه قسم؟ بالحکمت. حکمت چی است؟ مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببین که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم دعوت میکرد با بسیار اخلاق. حتی یک کافر مشرکی که پیش روش میشید رسول الله صلی الله علیه و همراه از ادب و مراعات میکرد. پس ادعو الی سبیل ربک، حکمت در قرآن چی است؟ سنت و سیرت و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس اگر دعوت میکنی اول طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم در دعوت یاد بگی، با زبان شیرین، با الفاظ بسیار خوب، با احترام، با ادب. جانب مقابل توهین نکو، تحقیر نکو. اگر او دو میزن او بیادب از بی تربیه هست، او شاگرد شیطان است. تو شاگرد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. تو خود مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. اسوه تو خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است. معلم تو خود رسول الله صلی الله علیه و سلم است. مربی تو رسول الله صلی الله علیه و سلم است. تو چطور باز میخیزی یک کس را دشنام میتی؟ ابدا. اگر 100 دشنام یک کس دادته، حتی یک وقت شد، اینم از خود براتون قصه بکنم، در این مسجد من در اعتکاف شده بودم، یک کسی تلفن کرد، در تلفن دشنام میداد.
من فهمیدم این بیچاره نمیفهمه. گفتم الله را در ماه رمضان هدایت کنه. این دشنام میداد، من برش میگفتم لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. اینی قسم باید باشی. اگه کس را دشنام داد، تو ذکر الله را بکن، دو نزن. ملائکی الله از تو دفاع میکنه. او باز بر از او میگه لعنت الله سره، غضب الله سره. بان که ملائکه او را لعنت کنه، تو نگو. متوجه هستی؟ پس این حکمت میگن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. چی معنی؟ ای بطریقت سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دعوت کو به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. عفت زبان، عفت چشم، عفت اخلاق، عفت عقیده. با اون طریقی بسیار خوبش. اول از کجا شروع کنیم؟ اول از عقیده شروع کن. چون رسول الله صلی الله علیه و 13 سال اول چی کرد؟ درس عقیده داد. در خانه اول 6 ماه درس عقیده بده. بعد از او بیا سر عروسی اسلامی و سر ساز و سر موسیقی. این دعوتگرایی که دین نمیفهمن باز مخروطشان سرچپه است. اول از چی شروع میکنن؟ اول از کالا شروع میکنن. خوارش هنوز عقیدهش جور نشده، او را میگه لبسرین نکن. او را اول عقیدهش جور کن که الله و رسولش بشناسه، باز بعد از او خود به خود بیرون با لبسرین نمیبره. او را تو هیچ عقیدهش خراب است. یک نفر عقیدهش خراب است، تو بر از او میگی که اینی کارا نکن. نه، نمیشه. اول باید به طریقه رسول الله صلی الله متعال میگه ادعو، دعوت بکو الی سبیل ربک، به سوی پروردگارت، بالحکمت، به طریقه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم، و الموعظه الحسنه، بسیار وعظ نیک بکو. در وعظت الفاظ شیرین، الفاظ خوب، الفاظ اکادمیک، الفاظ ادبی، الفاظ شاعرانه. یگان تا میگه بسیار شاعرانه صحبت کرد، بسیار زیبا صحبت بکن که خوش مردم بیای بگه والله دین اسلام چقدر دین پاک است. این جوان مسلمان چقدر زبان شیرین داره. یک ساعت گپ زد، یک کلمه خراب از زبانش نبرآمد. این عالم اسلام رفتم در محراب، از زبانش گل باد میشد، گل، نورانیت. تو نه که بخید بگه مردم بیعقل، ای مردم های فلانی. و الموعظه الحسنه، بسیار وعظ زیبا بکو با الفاظ شیرین، الفاظ نازنین، الفاظ محترمانه. ریش سفیدا را بگو بزرگواران عزیزم، جوانان را بگو جوانان عزیزم، اطفال شیرینم، خواهرای محترمم، مادران عزیزم. این تو کلمات زیبا زیبا را استعمال بکو. و جادلهم بالتی هی احسن. و امرای کافر و مشرک و منافق اگر مجادله میکردی، مجادله و گفتگوی نیک بکن که شخصیت از دور پامال نکنی، دینش دشنام نتی، عقیدهش دشنام نتی، برای یهود یهودیت دشنام نتی، برای اندو کتابش دشنام نتی، بلکه به طریقه احسن. یکی حسن است، یکی احسن است. بسیار عالی، بسیار خوبش. اگر او زشتی کرد، بعضی اوقات ما که یگان جره بحث کرده، حتی خارجی ها و کته بیدینا و ترا میکنیم، باز یک روز که کس مجره بحث میکردم، یگان دفعه که بحث میکرد، باز میخیست استاد میشد، این سر میز بالا میشد، دب 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 میداد. من قرارم تو شیشته بودم، باز من میگفتم صحیح شما خود دموکرات هستین دیگه، همین اخلاقتان است. من هیچ حرکت نمیگم، من قرار در جایم شیشتیم. او چت از اونجا میخیزم اینجا، I want to say like this. خلاص این ادب تو هست. ما این قرار چپ شیشتیم، بگو چیخ زده برو. ما برشان رای حق بیان میکردیم. این به خاطر چی هستن؟ الله متعال میگه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک، یقین داشته باش که رب تو هو اعلم بمن ضل عن سبیله. از تو که الله و کافر خوب میشناسه، او مرتد خوب میشناسه، او مشرک خوب میشناسه. الله برش وقت داده، الله میشناسش. اگه بخوای همون لحظه سرش عذاب نازل میکنه. لکن الله تو را امتحان میکنه، او را امتحان میکنه. تو را در ایمانداریت امتحان میکنه، او را در کفرش امتحان میکنه. الله متعال میگه ان ربک هو اعلم، او بسیار عالم است، میشناسه به من کسی را که ضل عن سبیل، گمراه شده از راهش، اعلم بالمهتدین. و الله بسیار عالم و باخبر است بالمهتدین که کی هدایت شده. و این عاقبتم، و اگر شما باز کدام وقت مجبور شدین که از یک کسی انتقام بگیرین، جزا بگیرین، عوضی بگیرین، فعاقبوا بمثل ما عوقبت بهم، پس شما همراهشان معامله بکنین. مثلا این نفر پدرت کشت، تو میتونی که در مقابل قصاص بگیری با مو اندازه که الله بر تو اجازه داده. تو نیست که تفنگچه را بگیری بری 10 نفر فامیلش بکشی. اما قاتل که است، او را به محکمه میکشونه، اونمو رو به قصاص میرسونی. متوجه هستین؟ اگر معاقبت میکردین، سرزنش میکردین و جزا میدادین، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، پس شما با مو اندازه بدله یا عوض بگیرین، به مثل ما عوقبتم به مثل که شما معاقبه و معامله شدین. ولا ان صبرتم، اگر با وجود از این هم یک کسی در حقتان ظلم کرد، شما صبر کردین،
لهو خیر، امی صبر کردن بهتر است. للصابرین، برای صبر کننده ها. واصبر، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای جوان مسلمان، ای ریش سفید دیندار مسلمان، ای شخصی که تو پیرو قرآن و سنت هستی، صبر بکو. و ما صبرک و نی صبر تو الا بالله، مگر به خاطر رضایت الله. صبر در اطاعت بکو، صبر در معصیت بکو. در اطاعت صبر چه قسم است؟ که بسیار خوب نماز بخوانی، خوب بندگی الله را بکنی. 2 رکعت نماز در 15 دقیقه با بسیار عذر و نیاز بخوانی. این صبر در اطاعت میگن. صبر در معصیتی است که اگر گناه را دیدی به طرف گناه ندو، چشمت پت کو، دستت محکم بگی، پایت استاد کو، الله را زود یاد کو، توبه بکش. این صبر در معصیت میگن. و صبر در مصیبتی است که اگر کدام وقت سر تو سختی میگه، بگو والله ما در این سختی ها فقط صبر میکنم، هر چیز که از طرف الله نوشته باشه، قدر الله ما شاء و فعل، هر کاری که الله تقدیر کرد من تسلیم هستم به مقدرات الهی. واصبر، الله متعال میگه صبر بکن. و ما صبرک الا بالله، و نه صبر تو مگر به توفیق الله هست. ولا تحزن علیهم، و جگرخون نشو بالایشان. ولا تکو فی ضیق، و ما باش دلتنگ، روحاً مشکلات هیچ دلتنگی نکن. مما یمکرون، از آنچه که مکر میکنن. سکو چی حکم الله هست؟ امیال هم بسیاری کسا دسیسه جور میکنن، بسیاری کسا میخوان که نه والا کسایی که پیرو قرآن است، پیرو سنت است، بیاین که سر از یا نامای غلط بانیم، یا را تروریست بگوییم، اکستریمیست بگوییم، فاندامنتالیست بگوییم، وهابی بگوییم، می بگوییم. الله متعال میگه اگر تو پیرو حقیقی قرآن هستی و پیرو سنت هستی، گروه پرست و حزب پرست مثل دیگرها وارد نیستی، در هر حزب و گروهی نیستی، غلام کس نیستی، بنده کس نیستی، صبر بکو. ولا تکو، جگر خون هم نشو بالای از اینا که گپا میگن. ولا تکو فی ضیق، و دلتنگ هم مباش، یعنی حالت ضیق و تنگ نباشه از نگاه روانی و از نگاه روانشناسی و سایکولوژیک. هیچ خود دلتنگ نساز. مما یمکرون، از آنچه که اونا چی میکنن؟ برنامه ریزی میکنن. در برنامه ریزی های از اونا که هر چیزی باشه قرار صبر بکو، الله باز از تو دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از مؤمنای حقیقی که پیرو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و باشه الله دفاع میکنه. ان الله، یقین داشته باشین ای مؤمنان که الله متعال مع الذین اتقوا، و همراه کسایی هستن که اونا تقوا حاصل کردن، با تقوا هستن. والذین هم محسنون، و به همراه کسانی هست الله که اونا نیکوکار و احسانکار هستن. و احسان ما شما دیروز گفتیم که محسن کدام انسان است؟ یک کس شما را پرسان میکنه که محسن را تعریف نمایید. در سوال امتحان میگه عدل و احسان چی فرق داره؟ شما میگین عدل ای هست که ظاهر انسان از باطن، از خفایای انسان، ظاهر انسان مساوی باشه. امی قسم که در ظاهر با تقوا هستی، اگر تنها باشی و کس کت نباشه، در اونجا هم از الله بترسی، باز تو صاحب عدل هستی. صاحب احسان چه وقت میشی؟ که از ظاهرت کده باطنت خوبتر باشه. مردم ظاهر نمازهای فرضی ت دیدن، تهجد تر ندیدن، نوافل تر ندیدن، ذکر تر ندیدن، عبادت تر ندیدن، صفای قلبی تر ندیدن، پاکی داخلی تر ندیدن، مهربانی تر ندیدن، عقیده داخلی تر ندیدن. اونویت باز اگر از ظاهر کده عالی تر بود، خوبتر بود، باز تو محسن هستی. و الله متعال میگه که الله به همراه کسایی است که تقوا دارن و کسایی که محسن هستن، باطنشان از ظاهرشان کده آراسته‌تر و زیباتر است. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.